سلام. کار عمیق یعنی چی؟ در واقع کار عمیق یک نوع فعالیت حرفه‌ایه که در حالت تمرکز و بدون حواس پرتی انجام میشه و میتونه توانمندی عملکردی ما رو به بالاترین حد خودش برسونه. قطعاً انجام این کار تلاش خیلی زیادی رو میطلبه و تکرار کردن اونم کار آسونی نیست. و صد البته که مهارت‌های ما رو هم بهبود میبخشه، پس بنابراین موضوع ارزشمندیه. چی میگی؟ مثلا در نظر بگیرید که ما اگر هر روز 1 ساعت به فرض مثال در 5 روز هفته به صورت بیوقفه و با تمرکز هدایت شده به کارمون برسیم، این میتونه یک خروجی بسیار با ارزشمندی رو برای ما داشته باشه. با توجه به اینکه تعداد خیلی کمی از افراد میتونن کار خودشون رو به طور عمیق انجام بدن، حالا فرقی نمیکنه تو کار و بیزنس خودشون باشه یا مثلا در رابطه با درس خوندن یا مطالعه یا تحقیق کردن باشه. بنابراین چون تعداد خیلی کمی از افراد هستن که میتونن به صورت عمیق در زندگی خودشون کارشون رو انجام بدن، پس این قضیه ارزش بسیار زیادی در زندگی ما از لحاظ اقتصادی و پیشرفت ما خواهد داشت. دلیلش هم اینه که در دنیای امروزی ما هر روزه با پست ها، پیام ها، ایمیل هایی که از طرف همکارانمون، دوستانمون برامون فرستاده میشه و از طریق اونها بمباران میشیم و اونها هم مسلما انتظار دارن که وقتی اونها رو برای ما میفرستن ما اونها رو سریعا ببینیم و بهشون پاسخ بدیم. یا مثلا رؤسای ما از ما میخوان که در حضور دیگر همکاران با وجود عوامل حواس پرتی که در اطرافیان ما هستن کار بکنیم و قطعا ما در این شرایط نمیتونیم به صورت عمیق به کارمون برسیم و مدام با حواس پرتی و عمق کم به کارهامون میرسیم. و این قضیه که ما هر روز با عمق کم و حواس پرت کارهامون رو انجام بدیم موضوعیه که همه هر روز دارن این کار رو انجام میدن. پس ارزش جدید و خاصی در جهان ما نمیتونیم اینجوری خلق بکنیم. در دنیا یا به نوعی بهتره بگیم اقتصاد دنیای امروز 2 موضوع اهمیت خیلی بالایی داره. یکی توانایی تسلط بر امور سخت و دوم توانایی ساخت و سازماندهی امور چه از لحاظ کمیت و کیفیت، که این یادگیری مسائل جدید و سخت واقعا نیاز به تمرکز بالایی داره. مثلا اگر ما در حال یادگیری یک مهارت جدید و پیچیده‌ای مثلا برنامه‌نویسی باشیم و همزمان هم همینطور که داریم سعی میکنیم که موضوع رو یاد بگیریم یه نوتیفیکیشنی رو گوشیمون دریافت کنیم یا مثلا صفحه اینستاگراممون باز باشه، ما همزمان داریم اطلاعات خیلی زیادی رو به مغزمون وارد میکنیم و مغز ما نمیتونه همه اینها رو به درستی پردازش کنه. یا مثلا فرض بکنیم که داریم روی یک پروژه بزرگ یا یه مقاله خیلی مهمی کار میکنیم و وسط کار مثلا ما خیلی اتفاقی چند تا نوتیفیکیشن ایمیل هم دریافت میکنیم و ناخودآگاه مثلا چشمون میفته بهش. این وسط حالا یه لحظه هم میزنیم ایمیل‌ها رو باز میکنیم، اونا رو هم میخونیم، بعد میگیم حالا برگردیم دوباره به کارمون برسیم. اما وقتی که ما این کارو میکنیم باز دوباره تا بخوایم بیایم به طور عمیق به اون کار برسیم در نرخ و پتانسیل پایینتری از پتانسیل خودمون خواهیم بود، چون به صورت ناخودآگاه هنوز قسمتی از تمرکز ما درگیر اون ایمیلی هست که خوندیم و وقتی که ما میخوایم از کار A به کار B بریم و دوباره از کار B برگردیم به کار A نمیتونیم به سرعت به اون حالت تمرکز کامل و کار عمیق خودمون برگردیم. پس برای به دست آوردن اوج پتانسیل خودمون ما وقتی که داریم یک کاری رو انجام میدیم باید فقط همون یک کار رو انجام بدیم بدون اینکه هیچ نگاهی به نوتیفیکیشن های گوشیمون بندازیم یا مثلا از همکار بغل دستمون بپرسیم داداش نهار چی آوردی راستی؟ حالا چند تا راه و استراتژی برای ترکیب کار عمیق و فرار از حواس پرتی وجود داره که میتونیم از اونها استفاده بکنیم. شماره 1 اینکه ساده ترین راه برای انجام و شروع جلسات کاری عمیق اینه که اونها رو به یک سری عادت منظم تبدیل بکنیم. مثلا اگه یه روزی که کم حوصله و بیحال هستیم بعد مثلا یهویی اراده بکنیم که الان من میخوام برم روی یک موضوعی که به تمرکز بالایی احتیاج داره، مثلا در مورد اون موضوع میخوام الان تحقیق بکنم، احتمالاً با اراده ضعیفی که همه ما داریم اون کار شکست میخوره. ولی اگر طبق نظم و برنامه ریزی مثلا هر روز بعد از ظهرها مثلا به مدت 1 ساعت ما به صورت عادت و برنامه ریزی شده بخوایم اینو انجام بدیم، برای انجام دادن این کار ما به اراده خیلی کمتری احتیاج داریم. به عبارت دیگه وقتی ما میایم در مورد یک کار مهم برنامه‌ریزی میکنیم دیگه بحث این که هر وقت حس و حالش بود و هر وقت حالش رو داشتیم و از این حرفا دیگه نداریم.
و مهم نیست که دیگه الان حس و حالش هست یا نه، چون من از قبل برنامه‌ریزی کردم چه حس و حالش باشه چه نباشه، من الان باید دیسیپلین داشته باشم و این کار رو انجام بدم. اولم که میخوایم این مدل کار رو انجام بدیم، بهتره که اول کار با ساعت کم و زمان کم این کار رو شروع کنیم. مثلا کارهای مهممون رو نهایتا 1 ساعت در روز برای خودمون برنامه‌ریزی بکنیم و بعدا رفته این تایم رو میتونیم بیشترش بکنیم. و یه نکته دیگه هم که خیلی میتونه بهتون کمک بکنه اینه که اون کارها رو اول صبح و اول وقت انجام بدید. نکته شماره 2، اینکه به خودتون هم اجازه بدید که اتفاقا بعضی وقتا تنبل باشید، اتفاقا بعضی وقتا به خودتون اجازه بدید که استراحت کنید. استراحت منظم باعث بهبود کیفیت عملکرد مغز ما برای انجام کار عمیق میشه. پس وقتی که قراره کار کنیم سخت کار میکنیم، وقتی که کار تموم شد استراحت میکنیم. یکی از عوامل بسیار مهم در انجام کار عمیق و کلا موفقیت اینه که ما به اندازه کافی استراحت داشته باشیم و برنامه‌های تفریحی و تعطیلات لازم رو داشته باشیم و به قول معروف به مغز خودمون این اجازه رو بدیم که برای انجام کار روزهای بعد خودش رو شارژ کنه. به عبارت دیگه مثلا اینکه خیلی از ما تا دیر وقت مثلا درگیر کار کردن هستیم و از خوابمون میزنیم و اینها، این قضیه در عمل باعث میشه که عملکرد ما رو در روز بعد کاهش بده و در عمل اگه کلی نگاه بکنیم هم کار خیلی کمتری رو انجام دادیم، هم خودمون هم بیشتر اذیت کردیم. در صورتی که اگر به وقتش به خودمون استراحت لازم رو میدادیم و تعطیلی لازم رو به خودمون میدادیم، در عمل هم کار بهتری رو میتونستیم انجام بدیم، در زمان خودش عمیق‌تر کارمون رو انجام بدیم، بیشتر کار رو انجام بدیم و کمتر هم زجر بکشیم. نکته شماره 3 که من فکر کردم که نیاز اینم بگم اینه که در استفاده از اینترنت یه برنامه‌ریزی حدودی داشته باشیم و وقتی که اون برنامه‌ریزی و حد و حدودی که برای خودمون تعیین کردیم تموم شد، از استفاده اون اجتناب کنیم. در دنیای امروزی که اینترنت به یکی از ابزارها و نیازهای اساسی ما انسان‌ها تبدیل شده و حتی برای بعضی از افراد ما میتونیم نیاز به اینترنت رو مثل نیاز به آب و غذا تشبیه بکنیم و عملاً این فضا طوری شده که ما اصلاً در طی روز متوجه اون تایم و انرژی که داریم براش میذاریم نیستیم و به قول معروف این فضای مجازی به نظر من اصلا فضای مجازی نیست، فضاهای واقعیه که به صورت مجازی به هم وصل میشن و ارتباط برقرار میکنن و ما به صورت مجازی وارد فضاهای واقعی میشیم و عملا این فضاهای مجازی فضاهای واقعی هستن که ما به صورت مجازی داریم صبح تا شب واردشون میشیم و اصلا توجه و حواسمون به این نیست که چه انرژی و زمانی داریم براش صرف میکنیم. و این قضیه در مورد اون تایم استراحت و آزادی که برای خودمون بعد از کار در نظر گرفتیم خیلی اهمیت داره که ما کل اون تایم رو یا بیشتر اون تایم رو صرف اینترنت و مجددا درگیر کردن مغزمون نکنیم، چون این کار توانایی مغز ما رو برای مقاومت در برابر حواس پرتی کم میکنه و وقتی که موقع کار میرسه تمرکز کردن روی کار خیلی کار سخت‌تری میشه. خب اینم از این موضوع که می‌خواستم خدمتتون عرض کنم. امیدوارم نکاتی که بهتون گفتم بتونه برای کمی بهتر شدن کارتون بهتون کمک بکنه. ممنونم که تا اینجا همراه من بودید. شب و روزگار خوش.